سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهتاب هستم، الگوساز و طراح کفش. خیلی ازم میپرسن که چطور شد به این حوزه وارد شدم. دوست داشتم که توی این ویدیو یه توضیحاتی خدمتتون بدم. من کفش رو حدود 3 سال و نیم میشه که شروع کردم و علاقه زیادی از اول به کفش داشتم و خیلی دوست داشتم با ساختار کفش آشنا بشم و کارهای زیادی انجام داده بودم. یه دوره خیاطی میکردم، یه دوره کار کیف انجام میدادم و کلا به کارهای هنری علاقه زیادی داشتم. با توجه به همون و لباسم خیلی در واقع طراحی میکردم. دوست داشتم که وارد کفش بشم، چون حالا از قبل یه علاقه ویژه‌ای به کفش هم داشتم. وارد شدم. اوایل خیلیا صحبت میکردم باهاشون، گفتن که کفش محیط مردونه است، خیلی محیط سختیه، خیلی چیزا درست بود و خیلی چیزا هم نه. ولی اگه علاقه داشته باشید و پشت کار، قطعا میتونید که به مراحل خوبی برسید و راه خودتون رو پیدا بکنید. همیشه برام جالب بود، دوست داشتم که ساختار کفش رو بدونم، تغییر بدم یه سری چیزها رو توی کفش، مثلا حالا جنسش باشه، فرم کفش باشه، یا طراحی رویه کفش. بازی با این قسمت ها رو خیلی دوست داشتم و تا زمانی که شما با خود ساختار کفش از نظر فنی آشنا نباشید، نمیتونید طرحهایی که میکشید و ایجاد میکنید رو خیلی دقیق اونطور که قابل اجرا هست رو درک بکنید. و من توصیه‌ام اینه که اگر که به این رشته علاقه دارید، حتما به سمت علاقتون برید و من خوشحال میشم که از تجربیات خودم بتونم در اختیارتون بذارم و کمک کنم اگر که به این رشته علاقه دارید. من تصمیم دارم که اگر عمریمون و این اتفاقات اخیر که اتفاقات واقعا وحشتناکی بود اتمام برسه و در طی همین روزها بتونم که ویدیوهای بیشتری، حالا چه آموزشی باشه، چه رفتن توی کارگاه ها و شناختن آدم های با تجربه و کلا بتونم که اینها رو نشونتون بدم، ببینید، آشنا بشید و لذت ببرید. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید و برای من کامنت بذارید. میبوسمتون.